چشمان این نسال داداش سر در گریبان من گرم در بین این نامحرمان یا رب الحسین رب الحسین صدر الحسین به ظهور الحجت الله عزيز حكيم وللمحرمات متاع بالمعروف حقا على مشرف چشم ماره
بفرمایید آقایون. آقایون بفرمایید راه باز کنید. بفرمایید آقایون. بفرمایید. آقایون بفرمایید. آقای وحید پور. آقای وحید پور. بفرمایید خوش اومدید. از اون در خروجی از اون در. آقا خروجی از اون داره. جعفر پس باید اون بر بایشون. مدینه کوچه هایت بوی زمین شبانه عضو گلگیر من کنار فقیر شکست و دیده زده عشقشان
آه خروج از اون آقا این کسی فشار نده از اون ور تشریح دیگه همش فشار با آقا میشه سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعون باش حالا سر شو حالا بعدا هماهنگ کنی نیم ساعت دیگه تمیز کنم خلاص خیلی باش قربان خدا جایگاه بالای آن مرحوم در دفاع از حریم امامت و ولایت و فراغ همگان روشن و زحمات کم نظیر ایشان در طول سالیان متمامی جهت تعلیم و تربیت طلاب همواره و یادماندنی است. این جانب واقعه فقدان آن عالم ربانی را به آستان مقدس حضرت بقیت الله اعظم ارواح نافذان و به حوزه‌های علمیه مخصوصاً حوزه علمیه مقدسه قم و به آقازادگان مکرم و دیگر بستگان قلوب درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مصلحت دارم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 29 شوال 1427 علی الحسینی سیستانی انشاءالله از طرف حضرت آیت الله عظما سیستانی جمعه فرمایید و همچنین شب جمعه هم از طرف حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی در مسجد اعظم قم بعد از نماز مغرب و عشا نیز مجلسی برگزار می‌باشد.
سيلة اللحم در حضرت آیت الله اسماعیل خراسانی مجلس ختم بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم برگزار باشد و همچنین اسماعیل سیستانی ختم شب شنبه چون شب در دفتر معظم الله انشاءالله برقرار باشد. خبر اومد انشاءالله از طرف استانداری اعلام کردن که سیدی یه نفر بزن اعلام دست ما رو سامان اگر داند بگیر صاحب مقدس حضرت بقیت الله اعظم حسن روح و ارواح العالمین بدام نجات شادی و حضرت الله عثمان آره میدونم که آی سیدی آیه سیدی سيد هاشم الهاشم بجدها مولانا ان شاء الله بودن السلام عليكم سيدنا اهلا وسهلا عزيزنا رحم الله حفظك الله حال شما خوبه ذكرنا عزيزنا برای من فرقی نمیکنه این طرف باشم یا اون طرف باشم تازه میرم توی قبر استراحت اللهم اغفر له أبواكم اهلا وسهلا على الشيخ اهلا ومرحبا لا حول ولا قوة شيخ هادي خصاص السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا سيدنا عزيزنا أهلا ومرحبا حفظك الله سيدنا أهلا ومرحبا جزاك الله عم حاجة غابة أهلا بك مختم بيش بزرگ هر که صدای من میشنوه من با من فاتح زمان سلام
عزیزانی که میخوان برن ما رمضان من نصفش نبودم که مثلا اون روزه که من تو حرم دیدی نجات بودم دیگه تو ذکر خیرت بود پیشم فاید بعد چه میشه همشه روز راست میگم نجات ماشین اصلا روزه که خیرش نبود شما خوبا سلام علیکم یه تا فهمیدم از اصفهان صبح آقا رو میگرم اینجا دیگه اصلا توی راست برای بچه ده اینجا دیگه نمیگرم الان تو ساعت کنه إن الصبر لجميل إلا عنك وإن الجزاء لقبيح إلا عليك وإن المصاب بك لجليل وإنه قبلك وبعدك لجلل افسوس که گلرخان کفن پوش شدن افسوس که گلرخان کفن پوش شدن و از خاطر یکدیگر
صد زبان سخن میگفتم آیا چه شنیدم که خاموش شده آنان که به صد زبان سخن میگفتند آیا چه شنیدند که خاموش شدند من چه بگم در این مصیبت عظما ارتحال جان سود و جان گداز حضرت آیت الله العظما آقای حجی میرزا جواد تبریزی یادم آمد مرثیه‌ای که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در رحلت جانگداز نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خونده بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيره من النبوة والإنباء وأخبار السماء خصصت بأن صرت مصليا عمن سواك وأممت بأن الناس صاروا فيك سواء يا رسول الله لولا أن أمرتنا بالصبر ونهيتنا عن الجزاء لأنفذنا عليك ماء الشهور ولكان الضاء مماطلا والكمد محالفا وقلالك راستی رحلت جانگداز رسول خدا صلی الله علیه و آله برای هر مصیبتی تسلیت است آقازادگان حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقا جعفر تبریزی دیشب از ساعت 10:30 شب تا ساعت 2:30 این خانه غلغله بود محشر بود علما فضلا شاگردان این آیت بزرگ بیوتات مراجع تقلید همه بودن منتظر بودن شما بابا رو بیاورید خیلی ها متأثر بودن چرا پیشواز نرفتیم باید میرفتیم از عوارضمون طرف آقا را پیشواز میکردیم میآوردیم آمدن مرثیه خوندن تسلیت گفتن تمام رسانه ها اعلان کردن 2 روز عزای عمومی تعطیل از حوزه برای آنکه یک مردی که استوانه بود در حوزه نجف و قم پناه بود برای فضلا علما آخ مرجع بود برای عالم تشیع از دستمون رفت شما خیال نکنید تنها شما یتیم شدید همه ما یتیم شدید در گذشت و ارتحال این بزرگوار در همه اثر کرد
روزم امروز دار خبر میگفت حوزه نجف هم 2 روز تعطیل است و عزادار حوزه کربلا. اما من بمیرم برای امتم 4 نفر با یه تابوت کوتاه ایامها مثل اللیالی مظلمه و نجومها دمع کعین الجاری أفضل ظلم السند ابن الشاكي ماذا أحل بخير آل نزاري وب9 تمر سمه في بيته أحشاؤه قد أوقدت بالنار فردا همه میان مراجع علما فضلا اقشار طبقات مختلف از ایران و غیر ایران کشورهای خلیج میان برا تجهیز جنازه بدن نازنین این مرجع بزرگوار را از مسجد امام حسن عسکری به سوی حرم کریمه اهل بیت با جلال و عظمت تشریفی کنن اما کلش حمل فوق 4 حامل النور الاله یراه ذو الابصار. من نمیدانم این بدن را چگونه میبردن چه میگفتن بکت علی نعشک قاطبة ما حال نعش له الاعذاب کونو. یه جمله هم آذری بخوانم برم شهریان خودم حقیقت عاشق سیر ایلم از مزاد اسلام geçirdirem günümü razılan yad usta. Allah duram buram ayağı duram buram ayağı şunda var ayağında hadi biri atsa zincirimi namazına. در این بیت شریف مرجعیت تا مرسی خونده میشد اشک چشمان آقا به رخسارش سرازیر میشد. یادم است آمدم در زمان هدم بارگاه امامین همامین عسکریین علیهم السلام اینجا به مناسبت هدم بارگاه این دو امام عزا بود. من دیدم این آقا مثل یه مادر فرزند مرده گریه میکنه آنچنان واله هست با اشک دیده به چپ و راست نگاه میکند اشکش جاری میشود. خدایا از صاحب روح پرفتوحش را مهمان سر سفره مادرش دهرا قرار بده بر درجاتش بیفزا و همه بازماندگان آقازادگان به حوزه های علمیه به مراجع عالی قدر شیعه صبر جمیل و عدل جزیل عنایت بفرما بالنبي وآله وبالفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن
مذهب جعفری و ایده احمد دارم. الحمدلله که چنین دولت سرمد دارم. من ز خود هیچ ندارم که بدان فخر کنم. حرف حضرت آیت الله عظما و میرزا جواد تبریزی، من ز خود هیچ ندارم که بدان فخر کنم. هرچه دارم همه از آل محمد دارم. از حضور همه جالسین معظم و از بیوت حضرات آیات همه عزیزانی که قدم رد فرمودند تقدیر و تشکر از طرف بیت معظم حضرت آیت الله عظما میرزا جواد تبریزی. من